من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بعد از اینکه در آیات گذشته تخویف اخروی بیان شد نسبت به الذين ظلموا العذاب الذين ظلموا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم. الذين ظلموا کفار و مشرکین بودند، برای آنان تخویف بیان شد. در این آیات و ادامه این آیات الله عزوجل امور ثلاثه، امور سگانه را که برای دفع عذاب اینها هستند این امور را بیان می فرماید. امور ثلاثه برای دفع عذاب قبلا شما در جایهای متعددی خواندید. شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. این سه امر هستند که اینها در این آیات بعدی شما اینها را میبینید. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. از اینجا این امور هستند و این آیه به قول عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یکی از جامع ترین آیات است که در این آیه شریفه هر خیری که انسان باید بجا بیاورد و هر شری که انسان باید از او اجتناب کند و دوری کند، این خیر و شر ذکر شدند و بیان شدند. قرطبی نوشته قال ابن مسعود رضی الله عنه، ابن مسعود گفته هذه اجمع آیت فی القرآن، این جامع ترین آیه در قرآن است و شاید اینکه در خطبه جمعه، خطبه مسنونه این آیه انتخاب شده به خاطر همین جامعیتش هست. جامع ترین آیه در قرآن است. لخیر یمتثل و لشر یجتنب، که خیری توش هست که باید امتثال امر بشه، بجا آوری امر بشه، و ذکر شر توش هست که باید از او اجتناب بشه. لذا ابتدا
سه چیز را الله بیان فرموده. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. الله امر فرموده به عدل و احسان. عدل تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ درباره عدل مشخص. عدل به معنی توحید، بالاترین عدل توحید است و بالاترین و بزرگترین ظلم شرک است. ان الشرک لظلم عظیم. پس خداوند امر می فرماید به عدل و احسان کردن، نیکی کردن و ایتاء ذی القربى بالخصوص، دادن به خویشاوند، نیکی با خویشاوند. و این نیکی با خویشاوند هم صله رحمی میشه و هم عرض کنم که حق خویشاوند هم ایتا میشه، انفاق میشه. هم صله رحمی و حق خویشاوند ادا میشه و هم انفاق میشه، ایتا میشه. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. سه چیز هستن که از اونها باز داشت. یکی فحشا. فحشا شامل هر گناه میشه، هر معصیت میشه. قبلا خواندیم فحشا به گناه خاص، بی عفتی و بی حیایی هم اطلاق میشه، اما عموما هر گناهی را فحشا میگویند. ما در چند جا این استعمال را خواندیم. والمنکر، و باز می‌دارد از منکر. این منکر ضد احسان هست که انسان احسان نکند میشه منکر، کار ناپسند، ناشایست. والبغی و ظلم. الان بعضی گفتند که والبغی ضد عدل است، والمنکر ضد احسان است، الفحشاء ینها عن الفحشاء ضد ایتاء ذی القربى است. این سه در مقابل اون سه قرار گرفت. یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند شما را موعظه می فرماید، پند میده شاید شما پند بگیرید. و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. شما وفا بکنید به عهد الهی، به پیمانی که با خدای تعالی دارید. اذا عاهدتم، وقتی که شما عهد کردید. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. و نقض عهد نکنید. منظور از ایمان همون عهد است، قسم همون عهد است. بعد از توکیدش، بعد از محکم کردنش. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. همانا شما خداوند را بر او ضامن گرفتی. ببین وقتی که انسان عهد میکند سوگند یاد میکند. سوگند یاد کردن، خدا را شاهد گرفتن، به معنی خدا را ضامن گرفتن است. پس شما عهد را نشکنید. منظور از این عهد کدوم عهد است؟ بیشتر مفسران معتقدند منظور از این عهد عهدی هست که عهد اسلام ما است. عهد و بیعتی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تک افراد امت بستند. وقتی که به ایشون ایمان آوردند دیگه عهد با ایشون بستن است. پس تفسیر کبیر و تفسیر مدارک این تفاسیر نوشتن عهد الله هی البیعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاسلام. بیعتی که با رسول الله بسته اند بر اسلام. این بیعت را خداوند بیعت با خدا می نامد. این عهد را عهد با خدا می نامد. در قرآن کریم داریم ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله. پس بیعت با رسول الله بیعت با خداست. عهد با رسول الله عهد با خداست. لذا الله می فرماید که شما بعد از این که با خدا عهد بستید این عهد را نشکنید، به این عهد پایبند باشید. ان الله یعلم ما تفعلون.
خدا میداند آنچه که شما میکنید. وفا به عهد یا نقض عهد، هر دو را میداند. ما تفعلون با اینش بنویسید وفا یا نقض عهد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. این مثال نقض عهد است، پیمان شکنی هست. الله می فرماید مثل اون زنی نباشید که نقضت غزلها، غزل خودش را باز می کند، به هم می زند. غزل به معنی غرغره دوک، غرغره ای که زنها معمولا از پشم چی درست می کنند؟ نخ درست می کنند. می گویند که یک زنی بود که اختلال حواس داشت، پیرزنی بود که اختلال حواس داشت و دیوانه بود در مکه مکرمه. این زن کارش همین غرغره بود، غرغره را معمولا از پشمها که غرغره دستی هستند زنها قدیما داشتند، الان شاید شما نفهمید ندیدید، که می بافتند، درست می کردند به اصطلاح نخ را از پشم و بعد کم کم که درست می کردند به اون غرغره، برای به اون غرغره می بستند و او را و نخی درست می کردند. اما وقتی که همین نخ را که شما از پشم درست کردید، این نخ را دوباره با دستتون بگیرید باز کنید و اون بافتن خودتون را و درست کردن خودتون را به هم بزنید، راحت میشه پشمه. لذا یک زنی بود که از صبح درست میکرد، یه غرغره درست میکرد، یه نخی درست میکرد، بعد از اون دیگه خودش خرابش میکرد، دوباره اون را باز میکرد و پشمش میکرد. لذا این کارش این بود، چون اختلال حواس داشت. کسی که پیمانی بسته، این مثال پیمان بستنش به همون نخ درست کردن است، و کسی که پیمان را میشکند مثل همون است که همون نخی که درست کرده، غرغره‌ای که درست کرده، او را دوباره باز کردن و خراب کردن، به همون حالت اول در آوردن است. الله می فرماید مثل او نباشید. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، نباشید شما مثل آن زنی که نقضت غزلها، نقض می کرد، پاره می کرد، خراب می کرد غرغرش را، من بعد قوت، بعد از قوت یعنی بعد از درست کردن، انکاثا، تکه تکه، ریزه ریزه، ریزه ریزهش می کرد. دوباره اون نخ خوبی که درست کرده بود به اندازه چند متر غرغره بزرگ، اون را تکه تکه می کرد، دوباره پشمش می کرد. ان تكون وتتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه. نمونه نقض عهد را بیان می فرماید، اینکه تتخذون ایمانکم، شما ایمان، قسم، سوگند یا عهد و پیمانی که بستید، این را قرار بدید دخلا بینکم، وسیله دخل. دخل به معنی فساد اینجا است، فساد بین خودتون. ببینید ما وقتی که با کسی عهد میبندیم، نام خدا را در وسط میاریم، سوگند میخوریم، اون طرف اعتماد که میکند به سوگند ما، به قسم ما اعتماد میکند. پس وقتی که به سوگند ما اعتماد میکند، پس ما اگر خیانت بکنیم، عهد را بشکنیم، پس این سوگند را، چون طرف اعتماد کرده به نام خدا، این سوگند را وسیله فساد قرار دادیم، نام خدا را وسیله فساد قرار دادیم، یعنی از این موضوع استفاده کردیم. پس الله می فرماید که تتخذون ایمانکم، شما سوگندهای خودتون را قرار دادید
این مفعول اول تتخذون است، دخلا بینکم این مفعول دوم است، موجب فساد بین خودتان. خب ان تکون امتون، این به سبب ان تکون امتون، یعنی این کار را نکنید، عهدتون را و سوگندتون را به سبب فساد قرار نده، به خاطر اینکه ان تکون امتون هی اربا من امه، یک جماعتی از جماعت دیگر اربا هست، یعنی بیشتر است. از چه نظر؟ از نظر جمعیت، از نظر مال، از نظر قدرت. آیه را بفهمید، توجه بکنید. مثلا شما با یک جماعتی عهد بستید، پیمان بستید که این جماعت ضعیفی هست، بعداً یه جماعت قویتری هست، از نظر امکانات هم بهتره، از نظر پول و مال هم بهتره، لذا شما چیکار میکنید؟ پیمان با این را نقض میکنید، نادیده میگیرید، میرید با اون پیمان میبندید، چشمتون را میگیرد که اون بهتره، اون قویتر است، اون مال بیشتر دارد. خدا میفرماید این کار را نکنید. مراد از جماعت اینجا ببینید، ان تکون امتون هی اربا من امه. امت اول ملت شرک است، امت دوم ملت مسلمان است. نقض عهد هم به معنی ارتداد است. اینجا ببینید، شما وقتی که خطاب به کسانی هست که پیمان بستند، اسلام آوردند، شما وقتی که مسلمان شدید، قبلا ما خواندیم که مراد از پیمان بیعت اسلام است. شما وقتی که بیعت اسلام کردید، پس عهد بستید با این جماعت اسلام. الان این کار را نکنید که یک جماعت قویتر ببینید، یعنی مشرکین را ببینید، کفار را ببینید که آنان از نظر مال، از نظر جمعیت بهتر و قویترند. لذا اینجا پیمان را بشکنید، العیاذ بالله برگردید از دین، بروید با اونها همراه بشید، با اونها پیمان ببندید. این کار را نکنید. ان تکون امتون هی اربا من امه. اربا را تفسیر مدارک نوشته ای ازید عددا و اوفر مالا. اربا چی هست؟ هی ازید عددا و اوفر مالا، عددشون بیشتر، مالشان بیشتر. این کار را نکنید. خب معنای آیه کلن چی هست؟ معنای آیه این است که آلوسی نوشته المعنی لا تغدروا بجماعت، شما با یک جماعت غدر نکنید، خیانت نکنید، بسبب ان تكون جماعت اخرى اکثر منها و اعز، بسبب اینکه اون جماعت دوم از این جماعت اول، جماعت دوم جماعت مشرکینه، جماعت اول مؤمنینه، اون جماعت دوم از جماعت اول اکثر هست و اعز هست، از نظر مال، از نظر جمعیت میبینی او بهتر و چربتر است. این کار را نکنید. بل علیکم بالوفاء بالایمان، بر شما هست که به ایمان چی باشید؟ وفادار باشید. پس معنای آیه این هست. الان ترجمه. الله می فرماید تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، این کار را نکنید که ایمان خودتان را، پیمان و سوگند خودتان را سبب فساد قرار بدید بین خودتان. چگونه؟ به این صورت که ان تکون امتون، این که باشد یک گروهی، یک جماعت، یعنی جماعت مشرکین، هی اربا، اون اربا باشد، یعنی اکثر از نظر مال، اوفر از نظر مال، اکثر از نظر عدد، من امت، از امت دیگر. نه، این کار را نکنید. وقتی میبینی یکی قوی تر است، یکی ضعیف تر است، این امتحان الهی است، تو به عهدت وفا باش. انما یبلوکم الله به، جز این نیست که الله به این صورت شما را امتحان میکند
که شما پیمان بستید با جماعت ضعیفتر با مسلمانان، الان مشاهده میکنید جماعت قویتر مشرکان. این امتحان الهی هست. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. الله تعالی بیان میکند عملا، یعنی فیصله میکند در روز قیامت آنچه که در آن اختلاف داشتید، آیا راه اسلام بهتر است یا راه کفر و شرک. ولو شاء الله لجعلكم، باز هم آیه گذشته که الله اگر میخواست همه شما را امت واحده قرار میداد، همه شما را جماعت مسلمه و امت توحیدیه قرار میداد. اما ولكن يضل من يشاء و يهدي من يشاء. اینجا ولكن لیبلوکم مقدر است، اما خداوند این کار را نکرده چون هدف الله امتحان است، آزمایش است. ولكن يضل من يشاء، الله گمراه میکند کسی را که بخواهد. و ما يضل به الا الفاسقین خواندیم. و یهدی من یشاء، هدایت میکنه کسی را که بخواهد. این کسی که میخواهد کیه؟ یهدی الیه من اناب. ولتسألن عما کنتم تعملون. در روز قیامت شما سوال میشوید از اعمالتان در دنیا، که در دنیا چه عملی شما انجام دادید. خب همین نقض عهد را که خداوند مورد تأکید قرار داد که شما نقض عهد نکنید، پیمان شکنی نکنید، باز هم اون مسئله را به خاطر بعضی دیگه جزئیات و بعضی دیگه تأکیدات اعاده می فرمایند. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، شما قرار ندهید سوگندهای خودتان را یا پیمان خودتان را دخلا بینکم، وسیله فساد بین خودتان، موجب فساد بین خودتان، که اگر این کار را کردید نتیجه چی میشه؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، قدمی زلت میخورد، لغزش میخورد بعد از ثبوتش، بعد از اینکه ثابت قدم شدید الان قدم شما لغزش میخورد. و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله، میچشید سوء را یعنی عذاب را به سبب اینکه باز داشتید از راه الله. ولکم عذاب عظیم، این بیان سوء هست. در این صورت که شما پیمان بشکنید برای شما عذاب عظیم خواهد بود در روز قیامت. ولا تشتروا بعهد الله، این سبب دیگر از اسباب نقض عهد. ببینید انسان که از یک گروهی به گروه دیگه میره گاهی به خاطر مادیت هست. میدانید که این گروه هست که بر مسیر حق است، بر مسیر درست است، اون گروه دیگر گروه نادرست است. پس چیکار میکنند؟ حق را میگذارن به طرف باطل میرن، به خاطر اینکه اونجا پول بیشتر است، اونجا امکانات بیشتره، اونجا حقوق بیشتر است. پس چیزی که امروز هم انسان ها انجام میدهند، خیلی ها هستند که مسیر حق را ترک میکنند، به طرف باطل و مسیر باطل میروند، به خاطر پول، به خاطر پست، به خاطر امکانات مادی. این خدا می فرماید که شما در مقابل آیات الهی پول اندک نگیرید. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، شما نگیرید در مقابل عهد الله یا به سبب عهد الله، به سبب پیمانی که با خدا بستید، شما راه حق را، راه خدا را انتخاب کردید، شما نفروشید عهد خدا را در مقابل پول اندک. انما عند الله هو خیر لكم، جز این نیست که نزد الله آنچه که هست بهتر است برای شما. این کنتم تعلمون، اگر شما بدانید. یعنی ثواب آخرت، اجر و پاداش آخرت بهتر است من عرض دنیا، از کالای دنیا، از زرق و برق دنیا، به مراتب لا تعد ولا تحصى، چندین برابر بهتر است که
قابل تصور و قابل شمارش و قابل احاطه نیست. باز الله تعالی اینجا تزهید من الدنیا بیان می‌فرماید، به خاطر دنیایی که بعضی مذهب و دین ترک میکنند، به خاطر دنیا بعضی ها میروند مثلا از تبشیری ها پول میگیرند، مسیحیت را انتخاب میکنند. خب به خاطر پول، مگر پول چقدر ارزش داره؟ الله میفرماید ما عندکم ینفد، آنچه که نزد شما هست اون از بین میرود، چه با موت یا اینکه همینطور شما از دستتون میره. و ما عند الله باق، آنچه که نزد الله است اون باقی هست. ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. الله میفرماید ما حتما پاداش میدیم آنهایی را که تحمل کردن، صبر کردن، به احسن ما كانوا یعملون، بهترین آنچه که عمل کردن، یعنی پاداش بهترین اعمالشان را ما به بهترین وجه میدهیم. من عمل صالحا من ذکر، اینجا بشارت هست برای کسانی که اعمال میکنند و تعمیم هست بعد از تخصیص. به صورت عام الله تعالی هر کسی که عمل بکند، چه مرد باشد چه زن باشد، الله تعالی پاداشش را بیان فرموده. من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی که عمل صالح انجام بده، چه مرد باشد چه زن، فقط یک شرط دارد، و هو مؤمن، مؤمن باشد، مشرک نباشد، موحد باشد، خدا پرست باشد. فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات و زندگی پاکیزه میدهیم. زندگی پاکیزه منظور کدوم زندگی هست؟ بعضی گفتند این نتیجه دنیوی هست. زندگی پاکیزه در همین دنیا. شما میدونید که در این دنیا زندگی انسان با طاعت و عبادت، با تقوا و خدا ترسی، زندگی با رونق و با آرامشی میگردد. زندگی میشه که انسان خودش از حیات خودش لطف و لذت میبرد. پس تفسیر اول این است که مراد از حیات طیبه چی هست؟ زندگی پاکیزه در دنیا، زندگی که در او سکون است، در او آرامش است، در او اطمینان است. کسانی که همیشه به یاد خدا هستند، با اعمالند، با طاعت و بندگی هستند، این انسان ها چنان آرامشی دارند، چنان زندگی پاکیزه‌ای دارند که اونهایی که عبادت نمی کنند ندارند. پس این تفسیر اول شد، حیاتا طیبه. در این صورت این نتیجه دنیوی میشه. تفسیر دوم اینه که منظور از حیاتا طیبه بهشت است. منظور از حیاتا طیبه چی است؟ بهشت است. هر کسی عمل صالح انجام بده، چه مرد باشد چه زن، ما به او حیاتی میدیم، حیات طیبه یعنی بهشت. چنانچه علامه آلوسی نوشته المراد بالحیات الطیبه الحیات التي تكون في الجنه، مراد از حیات پاکیزه اون زندگی و حیاتی هست که در بهشت خواهد بود. چون که واقعا حیات بهشت و زندگی در بهشت پاکیزه هست، لطف و لذت بخش است. چرا؟ چه خبر اونجا؟ از هناک حیات بلا موت، اونجا حیاتی هست که موت ندارد. اینجا حیات گاهی برای ما وقتی که به یاد مرگ می افتیم، زندگی ما لذتش را از دست میده. انسان میبینه چه ناز و نعمتی، اما فردا میمیرم. پس حیات اونجا بلا موت است. و غنى بلا فقر، اونجا توانگری هست، هیچ وقت فقر نمیاد. اینجا نه، اینجا امروز داری فردا نداری، خطر ورشکستگی هست. اونجا نه.
و صحتا بلا سقم، صحت و سلامتی اونجا هست بدون مریضی. اینجا انسان امروز تندرست، فردا نادرسته، فردا مریضه، کسل است. پس اونجا صحت بلا سقم و ملک یا ملک بلا هلک، انسان پادشاهی دارد، انسان تخت و عزتی دارد که هلاک نمیشه، هرگز از دست نمیره. اینجا پادشاهی ها بعد از 4 سال عوض میشه. و سعادت بلا شقاوه، و سعادتی اونجا هست که هیچ شقاوتی پشت سر ندارد. اما اینجا نه، یک روز شادی، یک روز ناراحتی، یک روز داری، یک روز نداری، یک روز خوشبختی، یک روز بدبختی. روح المانی. پس تفسیر دوم اینه که مراد از حیات طیبه چی هست؟ بهشت است، که در بهشت همه چیز طیبه هست، همه چیز پاکیزه هست، همه چیز زیبا هست. خب وقتی که مراد بهشت باشه و انهم اجرهم، بغیر از اون پاداش های دیگه مراد هستند. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، ما پاداششان را میدهیم به بهترین آنچه که عمل میکردند، یعنی بهترین پاداش را میدهیم به سبب عمل کردشان، به سبب اعمالی که در دنیا انجام میدادند. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این همه زیبایی ها، عمل صالح که منجر به زیبایی ها و حیات طیبه میشه، تنها جلوگیر این، مانع این شیطان است. لذا برای دفع شیطان قرآن خواندن و استعاذه به الله عزوجل، پناه گرفتن به ذات حق هست. هرگاه قرآن خواندی بس پناه ببر به الله از شر شیطان رانده شده، الرجیم المطرود، طرد شده، رانده شده. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، همانا شیطان تسلطی ندارد بر مؤمنان. ببین کسی که مؤمن واقعی باشد شیطان بر او تسلط ندارد، وسواس میکند، تشویش در او ایجاد میکند، پریشانش میکند. اما تسلطی که او را به انحراف بکشد، به گمراهی بکشد، چنان تسلطی ندارد. اونایی که ایمان به خدا دارند و علی ربهم یتوکلون، بر ربشان توکل و اعتماد دارند، شیطان بر اونها غلبه ندارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطان شیطان، غلبه شیطان بر آنانی هست که با شیطان دوستی می کنند، با شیطان دوست هستند. والذین هم به مشرکون، آنانی که به الله شریک می گیرند، مشرکند. به یعنی بالله، به خدای عزوجل شریک گرفتند یا به سبب الله مشرک شدند، چون دیگران را با خدا شریک گرفتند. لذا تسلط شیطان بر این افراد است، غلبه و دوستی شیطان با این افراد است. و اذا بدلنا آیه مکان آیه، اینجا زجر بر مشرکین است و جواب شبهه و اشکالی که اونها دارند. ببینید یکی از اشکالات بر نسخ بود. نسخ یعنی یک آیه امروز نازل شد، فردا یا چند سال بعد، چند مدت بعد این آیه حکمش مرتفع شد، این آیه حکمش منسوخ شد. خب مشرکین میگفتند که، اعتراض میکردند، یک دستور میده خدای محمد، بعد پشیمان میشه، میگه نه. خودشون دچار شک و تردیدند. الله تعالی در جواب میفرماید، در پاسخ میفرماید که خدا بهتر میداند که خداوند
چرا تبدیل می کند. لذا از همین موضوع نسخ اونها میگن العیاذ بالله تو افترا میگویی، از خود درست میکنی، بعضی ها را بعض پشیمان میشی یه چیز دیگه جایگزین میکنی. الله تعالی میفرماید که آنچه که ما جایگزین میکنیم بنابر حکمت است، بنابر مصلحت است. والله اعلم بما ینزل، خدا بهتر میداند چی نازل میکند. یک دستوری صادر میکند که با توجه به شرایط امروزشان این دستور خوب است، اما با توجه به شرایط 6 ماه بعد غیر از اون دستور یک دستور پیشرفته تر نسبت به این اون دستور می آید. این خودش دلیل ترقی هست، دلیل تکامل است. کسانی که با قوانین و بخشنامه های حکومت ها امروز سر و کار دارند، اونها خوب به این مطلب واقفند که هر بخشنامه صادر میشه، هر قانونی صادر میشه، خب این دلیل کمال هست. این از اولی کامل تر است. اول بر اساس شرایط مردم و امکانات مردم یک قانون تصویب میشه، یک بخشنامه صادر میشه. بعد از مدتی که مردم به او عمل میکنند یک مقدار سطح بالاتر میره، یک مقداری کاملتر میشوند. خب اون بخشنامه اول کنار گذاشته میشه، یکی پیشرفته تر با توجه به شرایط امروز. پس نسخ آیه مؤمنین میدانند، کفار که تردید و اعتراض دارند، مؤمنین میدانند که نسخ آیه توش حکمت است، توش الله عزوجل خوبی ها و محاسنی گذاشته که در اون آیاتی که هیچ نوع نسخی داشته نباشند اونجا اینطور نیست. پس الله می فرماید و اذا بدلنا آیتا مکان آیه، هرگاه ما تبدیل کنیم یک آیه ای را به جای آیه، والله اعلم بما ینزل، خدا بهتر میداند که چی نازل میکند، چی حکمی میفرستد. اما وقتی که ما تبدیل میکنیم قالوا انما انت مفتر، کفار میگویند، مشرکین میگویند تو افترا گفتی. بل اکثرهم لا یعلمون، الله میفرماید بلکه اکثر اینان نمیدانند. چرا نمیدانند؟ که ان لنا فی النسخ حکمه، برای ما در نسخ حکمت هایی هست، در نسخ آیه پیشرفت است. اینو نمیدانند. الله تعالی در جواب این طعنه آنها میفرماید قل نزله روح القدس من ربک بالحق، اعلام بکن ای پیامبر نازل کرده این قرآن را روح القدس، این واسطه نزول است. جبرائیل امین نازل کرده من ربک، از ربت، بالحق، بحق یعنی با صداقت، با راستی. لیثبت الذین آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین، تاکہ به وسیله این قرآن ثبات بده، استقامت بده کسانی را که ایمان آوردند، و همچنین هدایت است و مژده است برای مسلمانان. ببینید برای مؤمنان چطور ثبات است در این نسخ، تردد است یا ثبات است؟ اونهایی که عمیقاً فکر می کنند واقعاً در نسخ آیات ثبات است. نسخ دلیل پیشرفت است، نسخ دلیل ارتقا است، نه عقب رفت. ببینید اینا توضیح داده علامه نصفی در تفسیر مدارک چطور لیثبت الذین آمنوا نسخ موجب میشه که ثبات در مؤمنان پیدا بشه. میفرماید قبل از لیثبت الذین لیبلوهم بالنسخ مقدر است.
علامه نصفی میفرماید اصل عبارت اینه قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیبلوهم بالنسخ ولیثبت الذین. خداوند نسخ میاره تا که مسلمانان را با نسخ بیازماید، امتحان کند. حتی اذا قالوا فیه هو الحق من ربنا، حتی وقتی که نسخ چه آیه نازل میشه آنان میگویند که این آیه حق است از جانب رب ما است، والحکمه، و همچنین تو این آیه حکمت است، لأنه حکیم لا يفعل الى ما هو حکمت و صواب، چون که خدای عزوجل حکیم است و بغیر از کار حکمت و صواب، کار درست، کار دیگه انجام نمیده. حکم لهم بثبات القدم و صحت الیقین و طمانینة القلب. خداوند در حق اونها ثبات قدم، صحت یقین، اطمینان قلب فیصله میکند با آیات حکیمانه خودش. ببینید منظور اینه که مؤمنان وقتی که نسخ را ببینن مطمئن میشن که در حق ما نسخ مفیدتر است. در حق ما نسخ چی هست؟ مفیدتر است و بهتر است برای ما نسخ. لذا الله می فرماید لیثبت الذین آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین. ما آیات را که تبدیل می کنیم تاکه ثبات بدهیم به کسانی که ایمان آوردند و همچنین هدایت علما، هدایت من الضلال، از گمراهی، و بشرا مجده هست برای نجات، اما برای مسلمین مستفیدین. خب یکی از طعنه‌ها و شبهاتی که اونها وارد میکردن درباره نسخ بود که اینجا جواب داده شد در سوره بقره هم شما خواندید ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما اگر آیه را منسوخ میکنیم بهتری را، حکم بهتری را می آوریم یا مثل اون را می آوریم. یکی دیگر از اعتراضاتشون این بود که پیغمبر این قرآن را از کسی یاد میگیرد، از کسی تعلیم میگیرد. اونها هر چی که دنبال کردند اعتراض بگیرند نتونستند. آخر یک غلام رومی بود، برده رومی بود به نام بلعام رومی. این بلعام مسلمان شد، خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، اسلام را پذیرفت و بعد از اون گاهی خدمت رسول الله می آمد و درباره دین و ایمان یاد می گرفت، تعلیم می گرفت، در محضر رسول الله می نشست. مشرکین دیگه بهانه گیرشون نیامد، گفتند که همین غلام رومی این به پیغمبر درس میده، یاد میده. لذا این کلام در واقع از همین بلعام رومی است که از روم آورده. الله تعالی در جواب فرمود که شما چقدر بیخرد هستید که زبان این شخصی که شما نسبت میدهید زبان او عجمی هست، رومی هست و این قرآن عربی مبین است، عربی آشکار است. این قرآن را چطور با این فصاحت و بلاغت یک غیر عرب که عربی بلد نیست چطور میتواند بیاورد؟ لذا این اشکال دومشان را الله تعالی جواب داد. الله می فرماید ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر. همان ما میدانیم که آنان میگویند این پیغمبر را آموزش میده بشری، اما اون بشری که اونها اشاره میکنند لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، زبان اون کسی که اینها نسبت میدهند به او، یلحدون الیه یعنی ینسبون الیه، منظور بلعام رومی، زبان او الله میفرماید اعجمی، عجمی هست. و هذا لسان عربی مبین، این قرآن به زبان عربی روشن و آشکار است. چطور این قرآن را یک عجمی میتونه بیاره؟
خب الان بعد از اینکه اشکالات را جواب دادن، تخویف. ان الذين لا يؤمنون بآیات الله، الله می فرماید بدون شک آنانی که ایمان به آیات الهی نمی آورند، لا یهدیهم الله، این نتیجه دنیوی، در دنیا خدا آنها را هدایت نمی کند، و نتیجه اخروی ولهم عذاب علیم، برای آنان عذاب دردناک است، عذاب خطرناک است. انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، الله می فرماید این قرآن افترا نیست بلکه مفتری شما هستید. افترا می گوید، افترا الكذب، الذين افتراء دروغ، آنانی که لا یؤمنون بآیات الله، ایمان به خدا ندارند. و اولئک هم الكاذبون، آنان خودشان هستند کاذب، فی نسبت الافتراء الیک، که نسبت دروغ را به شما میدهند، خودشون کاذب هستند. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره، الان تخویف اخروی برای کسانی که از ایمان برگردد، مرتد بشه، العیاذ بالله. اما در این میان استثناء میشه یک کسی که از طرف ظالمی، از طرف ستمگری به او اجبار بشه، به سرش بزنند که برگرد از ایمان، کفر کن. خب به زبان اگر کفر بیاورد و در دل ایمان داشته باشد، توحید داشته باشد، اون استثناء هست. الله می فرماید من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کسی به خدا کفر بکنه بعد از ایمان، البته استثناء است، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر اون کسی که مجبور بشه اما در دلش اطمینان به ایمان دارد، برای مجبوری بر زبان می آورد، این استثناء است. اما اونی که در دل بیاد کفر کند. ولكن من شرح بالكفر صدرا، کسی به کفر شرح صدر پیدا کنه، صدرا تمیز شرح هست، یعنی با دلی باز کفر را بپذیرد. فعليهم غضب من الله، بر این افراد از غضبی از جانب الله. ولهم عذاب عظیم، برای آنان عذاب عظیم است. واقعا امروز هم هستند بعضی از افراد که به خاطر مادیات از دین ارتداد پیدا میکنند، مرتد میشوند. خیلی گروه های معاند اسلام امروز تبلیغات میکنند، تبلیغات با پول، تبلیغات با امکانات. بسیاری از کلیساها هستند که یک نسخه انجیل تحویل بگیر، چند دلار هم به شما میدهند که بروید انجیل را بخوانید. یعنی تبلیغات با پول هست. پس الله می فرماید که بعد از ایمان هر کسی که کفر بکند، فعليهم غضب من الله، غضب خدایی بر اونها هست. ولهم عذاب عظیم، عذاب عظیم برای آنان است. خب علت چیه که این از اسلام برگشته به کفر؟ علت چیه که از راه حق و راه سنت و راه توحید این به طرف کفر و خرافات رفته؟ ذلك بأنهم استحبوا الحیات الدنیا، این به سبب این است که آنان پسندیدن، ترجیح دادن زندگی دنیا را بر آخرت. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، همانا الله هدایت نمی کند قوم کافر را. اولئک الذین طبع الله، اینها که کفر را انتخاب می کنند، ارتداد را، اینها را الله می فرماید مهر زده الله بر دلهایشان و سمعشان، بر دلهایشان فلا يدخل فيهم الایمان و سمعهم فلا تسمع الایمان سماع قبول، چنان سماعی که قبول بکند نمیشنود. و ابصارهم فلا ترى یا فلا یرى سبیل الحق، راه حق را نمی بیند. و اولئک هم الغافلون، این افراد غافلند، از خدا بیخبرند. لا جرم انهم، لا محالت، هیچ شکی توش نیست که اینها در آخرت هم الخاسرون،
اینها هستند زیانکاران. چرا؟ لمصیرهم الی النار، چون که رجوع اونها به سوی آتش است، به طرف جهنم است. ثم ان ربک للذین هاجروا، در بعد از این تخویف الله تعالی بشارت بیان می‌فرماید، بشارت برای مؤمنان و بشارت برای اون مؤمنانی که در راه ایمان تکالیف را برداشت میکنند. من جمله تکالیف هجرت در راه خداست. الله میفرماید ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، سپس پروردگار شما برای آنانی که هجرت کردند بعد از اینکه فتنوا شکنجه شدند، ای آذاهم الکفار لاجل دینهم. فتنوا اینایی هستند که کفار به خاطر دین آنها را اذیت کردند، آنها را آزار دادند. ثم جاهدوا و صبروا، سپس اینها مجاهده میکنند، صبر میکنند. اینهایی که مجاهده میکنند و صبر میکنند، تکالیف را برداشت میکنند. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، همانا رب بعد از آن، یعنی بعد از این مجاهده، بعد از این صبر و تحمل، نسبت به اونها غفور و رحیم است، بخشاینده و مهربان است. یوم تأتی، این متعلق غفور است. چه روزی اینها را می بخشد؟ چه روزی بر اینها لطف می کند؟ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، آن روزی که می آید هر نفسی جدال می کند، بحث می کند و دفاع می کند از نفسش. هر کسی می آید از خود دفاع می کند. و توفا کل نفس ما عملت، توفا ای تعطا کاملا، هر نفسی آنچه که عمل کرده به صورت کمال داده میشه. و هم لا یظلمون، آنان مورد ظلم واقع نمیشوند. یعنی لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سیئاتهم. لا یظلمون معنیش اینه که از حسناتشون هیچ چیزی کم نمیشه و بر سیئاتشون هیچ چیزی اضافه نمیشه، اعمالشون محفوظ. پس الله میفرماید که اینها در اون روز پاداش داده میشوند. اینهایی که در راه دین کتک خوردند، در راه دین شکنجه ها را تحمل کردند و بعد از شکنجه ها هجرت هم کردند، الله میفرماید اینها اعمالشون ضایع و برباد نمی شود. و ضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة، خداوند تعالی اینجا مثال اون کسانی که ایمان نمی آورند، همین که شما خواندید که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم، منظور اهل شرک، اهل کفر. اینها نه تنها آخرتشون خراب و برباده، دنیایشون هم در غالب مثال الله تعالی بیان می‌فرماید. مصداق این مثال اهل مکه هستند، مردم مکه هستند. چطور؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که تشریف آوردند، قبل از رسول مکرم اهل مکه امنیت داشتند، اطمینان و آرامش داشتند، از هر طرف برایشان رزق و روزی می آمد. اما وقتی که پیغمبر خدا آمد و اینها ایمان نیاوردند، تکذیب کردند و جنگیدند با پیغمبر جدل کردند، خدای تعالی ابتدا اینها را گوشمالی داد، به قحط مبتلا کرد. البته به دعای رسول الله هم بود. ما در روایت ها داریم که رسول الله فرمود اللهم اجعل سنیهم کسنی یوسف، خدای سالهای آنان را مثل سالهای یوسف بگردان. یعنی چنان قحط، 7 سال قحط شد. در زمانی بود که پیغمبر خودش به مدینه تشریف آورده بود و بسیاری از کاروانیان را، قبائل را رسول الله صلی الله علیه وسلم
گفته بود که به اونها مواد خوراکی ندند، دستور داده بود. پس اهل مکه چنان زندگی فلاکتباری گرفتند که با اشاره این آیه معلوم میشه اونها هر چی میخوردند از گرسنگی، اونها حتی میته میخوردند و استخوانهای کهنه را اونها زیر سنگ پودر میکردند و میخوردند، از بس که الله تعالی برای اونها فاقه و گرسنگی آورد. لذا الله اینجا میفرماید و ضرب الله مثلا قریة کانت آمنة. خدا بیان کرده صفت یک قریه ای را، مثلا به معنی اینجا صفت می آید که کانت آمنة، این قریه اول آمن بود، یعنی امنیت کامل داشت. مطمئنة، مطمئن این نتیجه امن است. وقتی که انسان امنیت داشته باشد اطمینان هم پیدا می کند. یأتیها رزقها رغدا، رزق آن، روزی آن پیش آن قریه می آمد با فراخی. رغدا یعنی واسعا، با فراخی می آمد. من کل مکان، از هر ناحیه، از شمال می آمد، از جنوب می آمد، از شام می آمد، از یمن می آمد. اما فکفرت بانعم الله، اهل این قریه به نعمتهای خدا کفران کرد، کفر کرد. نعمت خدا چی بود؟ وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم. خداوند نبی رحمت را در میان آنها مبعوث کرد. آنها به جای ایمان آوردن به نبی رحمت کفر کردند، انکار کردند. لذا الله می فرماید که فکذبوا فکفرت بانعم الله، آنها کفر کردند به نعمتهای الله. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله لباس جوع و خوف را به آنها چشاند، ذائقه گرسنگی و خوف را. الجوع مکان الرزق، یأتیها الرزق رغدا، و الخوف مکان الامن، کانت آمنة. پس اینها به سبب چی بود؟ به سبب کفر نعمت. نعمتی که خدا به اونها داد رسول الله بود، به این نعمت اونها کفر ورزیدند. علامه قرطبی نوشته لباس الجوع لما ابتلوا بالجوع، به خاطر اینکه اینا مبتلا به گرسنگی شدن. 7 سنین، 7 سال. و قطع العرب عنهم المیره، عربهای دیگر هم مواد خوراکی را قطع کردن به امر نبی صلی الله علیه وسلم. لذا بعدا اینا چیکار میکردن؟ اکل العظام المحرقه یا محرقه، اینها استخوانهای سوخته شده را میخوردند. والجیفه والکلاب المیته والجلود، جیفه میخوردند، هر عرض کنم که لاشی که خراب شده بود و بدبو شده بود، متعفن شده بود، و همچنین سگهای میته و امثال اینها را. لباس الجوع این هست. قرطبی گفته اینا را میخوردند. چرا؟ بما کانوا یصنعون، ای به سبب صنعهم، به خاطر عمل کردشان الله تعالی اینها را به این حالت گرفتار کرد. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، رسول پیش آنان آمد، آنان تکذیب کردند. فاخذهم العذاب، عذاب آنها را گرفت، نتیجه تکذیب همین گرسنگی. و هم ظالمون، آنها ظلم کردند بر خودشان. ظلمشان شرکشان بود، اما شرک اعتقادی و شرک در تدبیر و تصرف بود. فکلوا مما رزقکم الله، بیان شرک فعلی هست اینجا. الله تعالی می فرماید اونی که خدا حلال قرار داده، رزق داده، بخورید، از خود حرام نکنید.
مثل مشرکان که بعضی از اقسام شترها را حرام می کردند و اونی که حرام قرار داده خدا که محرمات را اینجا خدا ذکر می فرماید شما اون را حرام بدانید. لذا الله می فرماید فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید از آنچه که الله رزق داده به شما حلال و پاکیزه بخورید. واشکروا نعمت الله، و شکر گزار و شاکر نعمتهای الهی باشید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر الله را به زعم خودتان عبادت می کنید. انما حرم، محرمات اینها است، اینا را حرام بدانید. انما حرم علیکم المیتة، جز نیست که حرام است بر شما میته یعنی حیوان خود مرده، و لحم الدم، و همچنین خون مسفوح، و لحم الخنزیر، و گوشت خنزیر، و ما اهل لغیر الله به، هر آن حیوانی که اهل نامزد بشود برای غیر الله، آن حیوان برای غیر الله نامزد بشه به نام غیر خدا، گذاشته بشه نام غیر خدا بر او، لذا او هم حرام است. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، هر کسی مجبور بشه به شرط این که غیر باغ، یعنی بغاوت اینه که انسان با لذت بخورد، ولا عاد متجاوز نباشه، تجاوز اینه که انسان از حد نیاز بیشتر بخورد. فإن الله غفور رحیم، بدون شک خداوند برای اون انسان ها غفور و رحیم است. اونا که مجبور میشه، انسان که مجبور بشه دیگه بر انسان حرجی نیست، بر انسان تکلیفی نیست. اما از خود حلال و حرام درست نکنید، از خود نگید این حلال این حرامه. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، نگویید به آنچه که زبانهای شما، دروغی که زبانهای شما بیان میکند، نگویید هذا حلال، این بیان کذب است. اون که دروغ هست چیه؟ این که به دروغ بگید هذا حلال و هذا حرام، این حلال اون حرام. لتفتروا علی الله الكذب، این لام لام عاقبته، یک چیزی را حلال میکنی یک چیزی را حرام میکنی، در واقع نتیجه میشه که افترا میگویی بر خدا، کذب را. هذا حلال معنیش اینه که خدا حلال کرده، شاید خدا حلال نکرده. هذا حرام معنیش اینه که خدا حرام کرده در حالی که خدا نکرده، حرام حلال قرار داده. پس این افترا بر خدا است. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بدون شک آنانی که بر خداوند افترای کذب میبندند اینها هرگز رستگار نمیشوند، نه در آخرت و نه در دنیا. بله، متاع قلیل ولهم عذاب علیم، این زندگی دنیا متاع اندک است، استفاده کردن و بهره بردن ایام مختصری هست. اما در آخرت برای این انسان ها، یعنی این انسان ها اگر گرفتار نشوند در دنیا بهره اندک خواهند برد، اما در آخرت ولهم عذاب علیم، ای فی الاخره، برای آنان عذاب دردناک است در آخرت. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، بحث محرمات وقتی که آمد، خب بحث اینه که برای یهود هم خیلی چیزها حرام بود. الله می فرماید بر آنانی که یهودی شدند، آنچه که ما حرام قرار دادیم همونی که ما قبلا برای شما تعریف کردیم. قصصنا ای بینا، ما برای شما قبلا بیان کردیم. خداوند برای پیغمبر بیان کرد، در قرآن ما هم خواندیم که به سبب ظلمشان، به سبب تعدیشان، به سبب تجاوزات خودشان، حرمنا علیهم کل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الی آخره. بس الله می فرماید و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون، ما بر آنان ظلم نکردیم، آنان بر خود ظلم کردند. ما خواندیم ذلك جزیناهم ببغیهم، ما که پاداشی به اونها دادیم به سبب ظلم خودشان بود. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله، این ثم تعقیب ذکری است، یعنی ترتیب نیست، برای ترتیب نیست.
یعنی بعد از اون سخن الان این سخن را بشنو، معنیش اینه. همانا برای ربت، ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله، اینجا ترغیب است که کسانی که از روی نادانی ندانسته انجام داده اونا توبه بکنند. ثم ان ربک، سپس رب تو، للذین عملوا السوء، برای آنانی که عمل سوء انجام میدن، عمل شرک انجام میدن، بجهالت، از روی جهالت. ببینید هر کسی که گناه میکنه جاهل است. ابن کثیر گفته کل من عصى الله فهو جاهل. دیگه به جهالت دنبال نگردیم که فلان چیز جهالت است، نه، هر کسی که خدا را نافرمانی میکنه جاهل است. پس اینه که شرک انجام داده واقعا جاهل بوده. ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، سپس آنان توبه میکنن بعد از آن و اصلحوا، در آینده هم اصلاح میشند، خوب میشند. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بدون شک رب شما بعد از آن، یعنی بعد از توبه آنان، غفور رحیم هست، بخشاینده برای اونهاست و مهربان. پس در واقع ترغیب توبه بود برای کسانی که از روی نادانی شرک کردند، کفر کردند، اما بعداً اونها انابت دارند، به سوی توبه علاقه دارند. الله اونها را میفرماید توبه بکنند. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. در پایان سوره الله تعالی یک الگو را ذکر می کند که این الگو به نام الگوی همه بود، یعنی همه می گفته این الگوی ماست، اما به نام بود، ظاهری بود، هیچ کسی حقیقتا ازش تبعیت نمی کرد. و این الگو ابراهیم است. مشرکی می گفتن مال ماست، یهود می گفتن نه ما ابراهیمی، مسیحیان می گفتن در واقع ما هستیم. بس الله تعالی می فرماید که دلیل نقلی از این ابراهیم که شما مثل این باشید. ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم امتی بود. امت یک جماعت کثیره و کبیره را میگویند. ابراهیم یک نفر بود، چطور جماعت کبیره بود؟ ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر میکند که ابراهیم علیه السلام چون که خیرش خیلی زیاد هست، لذا خیرش به اندازه خیر یک جماعت هست، خیر یک نفر نیست. ای کان عنده علیه السلام من الخیر ما کان عند امه. نزد ابراهیم اونقدر خیر بود که اون خیر نزد یک امت هست. و هی الجماعت الکثیره، امت جماعت کثیره را میگن. این تفسیر اول. اما تفسیر دوم، امت بر وزن فعله به معنی مفعول است. مثلا الرحله به معنی مرحول، المرحول الیه. پس امت به معنی چی هست؟ مأموم. مأموم یعنی مقتدا، پیشوا، اونایی که بقیه از او تبعیت می کنند. لذا ابراهیم علیه السلام امت بود، یعنی پیشوا بود. قانتا لله، تابع خدا بود. حنیفا، یک سو بود، به ادیان باطل توجه نداشت. یک سوی یعنی چه؟ ولم یکن من المشرکین، نه اعتقادا نه عملا از مشرکان نبود. شاکرا لانعمه، شکر کننده نعمتهای الله بود، شاکر و سپاس گزار نعمتها بود. اجتباه و هداه الى صراط مستقیم، الله او را برگزید و او را هدایت کرد به صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی عبادت الله وحده، به سوی عبادت خدا یگانه. خب به سوی توحید، هم موحد بود هم شاکر. و آتیناه فی الدنیا حسنه،
ما به ابراهیم در دنیا حسنه دادیم. در دنیا حسنه چی بود؟ اجتباء و هدایت. اجتباه و هداه الى صراط مستقیم. همین از حسنه در دنیا. خدا او را گلچین کرد و هدایت کرد. و انه فی الاخرة لمن الصالحین. ابراهیم در آخرت از صالحین است، جایگاه ویژه‌ای در نبوت به نام صالحین. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. بازم تعقیب ذکری است، یعنی بعد از اون سخن این سخن که اوحینا الیک، ما به سوی تو ای محبوب وحی کردیم، ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، شما مسلمانان هم از دین حنیف ابراهیمی تبعیت کنید. خلاصه دین حنیف چیه؟ و ما کان من المشرکین. اون ابراهیم از مشرکان نبود. از مشرکان نبود. از چی بود؟ بل هو رأس الموحدین و قدوة اهل الحق. در رأس موحدین بود، پیشوای اهل حق بود. لذا شما از او تبعیت کنید. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. اینجا یه اشکال دیگری از سوی یهودی ها، از سوی معاندین، اونا می گفتن واقعا اگر این پیغمبر سنگ ابراهیم را به سینه میزند، مثل ابراهیم جمعه را تعظیم نمی کرد، روز شنبه را تعظیم می کرد. الله تعالی در جواب بیان می فرماید، حاصل جواب اینه که ابراهیم کجا شنبه را تعظیم کرده؟ از کجا آوردید؟ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. سبت و شنبه قرار داده شد روز تعطیل، روز عبادت بر کسانی که اختلاف کردند در این، یعنی بر یهود، نه بر ابراهیم و امثال ابراهیم. و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه. همانا رب تو فیصله می کند، داوری می فرماید عملا بینشان در روز قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که اینها اختلاف داشتند. خداوند خودش فیصله می کند. پس ای پیغمبر شما دنبال این جنجال ها نباش که چرا شنبه نشد و چرا جمعه شد. شما کارت را و وظیفت را به نحو احسن انجام بده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. فرا بخوان، دعوت بده به سوی راه پروردگارت، اما با حکمت. بالحکمه یعنی با دلائل عقلی و نقلی. دلائل عقلی و نقلی را در تبلیغ و در دعوت داشته باش. والموعظة الحسنه، با موعظه حسنه. موعظه حسنه اون هست که انگیزه شفقت تر اون باشد، انگیزه خیرخواهی باشد. چند بار خدمت شما عرض کردم که روش زننده نباشد، روش مناظرانه نباشد، کوبنده نباشد، بلکه روش موعظه حسنه باشد. یعنی در وجود انسان جذبه شفقت و ترحم باشد و انگیزه چی باشد؟ هدایت طرف باشد. لذا این اگر باشد موفق میشه. والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. با آن مشرکان جدال کن با آن طریقی که اون طریق بهتر باشد، یعنی گفتگوی علمی با منطق، با استدلال اونها را تفهیم کن. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله. بدون شک رب بهتر میداند چه کسی گمراه میشه از راه خدا. و هو اعلم بالمهتدین، و خدای عزوجل بهتر میداند هدایت یافتگان را، اونهایی که بر مسیر هدایت هستند. اما در آخر الله عزوجل، چون سوره مکی هست، هنوز جهاد نازل نشده، و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. اگر شما انتقام گرفتید انتقامتون را بگیرید به مثل آنچه که به شما شکنجه دادند، شما را اذیت کردند.
ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. عزیمت است. اگر شما صبر کنید پس این صبر بهتر است برای صابرین. صبر عزت میارد، صبر عرض کنم که سربلندی می آورد و آخر به پیغمبر محبوبش تسلی داده واصبر و ما صبرک الا بالله. تو هم صبر کن و در واقع صبرت نیست مگر به خاطر الله هست و صبر تو پاداشش را و جزایش را الله تعالی می دهد. ولا تحزن علیهم، بر این مشرکان غمگین نباش، اینهایی که اگر ایمان نیاوردند هر نوع توطئه می کنند، شما ناراحت نباش. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، و شما نباشید در تنگنا از آنچه که توطئه می کنند. هر توطئه، هر مکری می کنند خدای عزوجل پاسخشون میده، مکرشون را ناکارآمد میکنه. لذا شما نگران نباشید. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بدون شک خداوند، معیت خداوند با اهل تقوا هست. الذین اتقوا عن الشرك والکفر، کسانی که از شرک و کفر اجتناب میکنند خداوند با اونها هست. و والذین هم محسنون، آنهایی که مخلصند، هر کارشان برای خدای عزوجل است، معیت الله تعالی با اونها است. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل